اگر عزم و اراده من برای دستیابی به موفقیت قوی باشد، شکست هرگز از من سبقت نخواهد گرفت. فصل چهارم. تصمیم خود را درباره خواسته واقعی بگیرید. نیرویی در درونتان نهفته است که می تواند کارهایی را انجام دهد که تاکنون حتی در خواب ندیده بودید. این قدرت زمانی به خدمت شما در می آید که باورهایتان را تغییر داده باشید. می خواهم بزرگترین کشف در تاریخ حیات بشر را به شما معرفی کنم. در اغلب موارد می توانید همان کسی باشید که مایل هستید. این حقیقت اصل بنیادین همه مذاهب، فلسفه ها، روانشناسی و موفقیت است. رالف هم گفته است انسان همان است که در طول روز میپندارد. جهان پیرامون شما همچون آینه تمانقد جهان درونی شما عمل می کند. اگر می خواهید جهان پیرامون خود را تغییر دهید، ابتدا باید بر روی جهان درونی خود کار کنید. برای کنترل جهان پیرامون، کنترل خود را بر تنها عاملی که تمام و کمال در اختیار شماست افزایش دهید: افکار خودتان. تشنه موفقیت باشید. تاکنون بارها و بارها با افراد موفق مصاحبه شده است که علت موفقیت آنها کشف شود. در اکثر موارد مهمترین عامل مشترک بین همه این افراد جاه طلبی بوده است. آنها همگی تشنه موفقیت هستند. همیشه در شوق انجام تمام و کمال کارها سوختند. در واقع اشتیاقی که این افراد برای انجام کارها و تحقق اهداف در خودشان احساس می کنند بالاتر از حد تصور است. همین شور و اشتیاق فراوان به کسب موفقیت و تحقق اهداف است که به آنها انگیزه و انرژی می دهد. سپس آنها را تحریک به پیشروی می کند تا همه موانع را تک به تک از پیش رو بردارند و برای رسیدن به پایان خط استقامت کافی از خود نشان دهند. تحقق کدام هدف را بیشتر از سایر موارد آرزو می کنید؟ چه عاملی سبب می شود هر روز صبح فوراً از رخت خواب بیرون بجهید و در طول روز بدون خستگی کار کنید؟ تحقق کدام یک از این اهدافتان باعث ایجاد بیشترین تغییرات ممکن در زندگی شما خواهد شد؟ به یک هدف بزرگ نیاز دارید. بزرگترین و جسورانه ترین هدف شما کدام است؟ تحقق کدام یک از اهدافتان بزرگترین و بیشترین تغییرات را در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟ ناپل اون هیل در کتاب با اندیشه خود ثروتمند شوید می نویسد افراد زمانی بزرگ و قدرتمند می شوند که برای تحقق بزرگترین هدف خود در زندگی تلاش کنند. بزرگترین هدف شما چیست؟ در بسیاری از کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی دریافتم که اغلب مردم هنوز مهمترین هدف خود در زندگی را شناسایی نکردند. به همین دلیل است که به آنها توصیه می‌کنیم پس مهمترین هدف شما در زندگی این است که مهمترین هدف خود را شناسایی کنید. خبر خوب این است که اگر یک هدف بزرگ، مهیج، جالب و مهم برای خودتان تعیین کنید، به طور مرتب برای رسیدن به آن تلاش خواهید کرد. چون انگیزه شما تمام نشدنی نیست. هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند شما را به عقب براند. واضح و خاص هستند. بدترین و مهلکترین اشتباه فردی در خصوص موفقیت این است که اغلب افراد تصور می‌کنند اهداف خود را تعیین کردند، در حالی که آنها فقط چند آرزو در دل دارند. در سمینارهایم از حاضران می‌پرسم چند نفر از شما اهداف خود را تعیین کرده است؟ همه آنها دستشان را بالا می‌برند. سپس از چند نفر به طور تصادفی می‌پرسم اهداف شما چیست؟ و آنها اغلب می‌گویند می‌خواهم فرد موفقی باشم، یا دوست دارم پولدار باشم، یا می‌خواهم خوشحال باشم، یا مایلم خانواده‌ام خوشحال باشند، یا می‌خواهم به مسافرت بروم، یا می‌خواهم میلیونر باشم. اما اینها هدف نیستند، بلکه باید آنها را فانتزی، آرزو، امید، رویا یا حتی توهم نامید که همه ما آنها را تجربه کرده ایم. این نوع اشتیاق برای انسان کاملا طبیعی است، اما در هر حال آنها هدف نیستند. زندگی خود را تغییر دهید. افرادی از سراسر جهان با من تماس می‌گیرند یا به ملاقاتم می‌آیند که بگویند
تو زندگی ما را تغییر دادی و ما را ثروتمند کردی. تاکنون عبارتی از این قبیل را صدها هزار بار شنیدم و من هر بار از آنها پرسیدم کدام مورد در کتاب‌ها یا کلاس‌های آموزشی من باعث پیشرفت آنها در زندگی شده است. همه آنها بدون استثنا با لبخند پاسخ می‌دهند مبحث اهداف. اوه بله، همیشه مبحث اهداف یاریگر آنها بوده است. صادقانه بگویم که نقطه عطف زندگی خودم نیز همین مبحث بود که در 24 سالگی با آن آشنا شدم و برای اولین بار اهدافم در زندگی را تعیین کردم. حدوداً 1 ماه پس از اینکه اهداف خود را بر روی یک تکه کاغذ نوشتم، شاهد تغییرات اساسی در زندگیم بودم. بر اساس یک سری رویدادها و مقارنه‌های عجیب، تقریباً همه اهدافی که حدود 1 ماه پیش ذکر کرده بودم محقق شدند. حس کسی را داشتم که با در دست گرفتن سیم‌های برق دچار برگرفتگی و شوک حاصل از آن شده است. زندگی من هرگز مثل سابق نشد. اگر اهداف بزرگی در زندگی دارید و حقیقتاً مایل هستید برای رسیدن به آنها تلاش کنید، هیچ کس و هیچ چیز مانع شما نخواهد بود. شما از هر کار و اقدامی برای تحقق اهدافتان استفاده خواهید کرد. برنامه ریزی استراتژیک فردی. برای پیشبرد اهداف شرکت‌ها از یک فرایند تحقق اهداف 7 مرحله‌ای استفاده می‌کنیم که شما نیز می‌توانید آنها را در زندگی شخصی خود پیاده کنید. 1. ارزش‌ها. باورهایتان چه هستند؟ آنچه برای شما مهم است چیست؟ از بین مواردی که برایتان مهم هستند و به آنها باور دارید، کدام یک از همه مهمتر است؟ توضیح ارزش‌ها نقطه آغاز بهترین عملکرد است، چه برای افراد و چه سازمان‌ها. 2. دیدگاه. فرض کنید یک چوب جادویی دارید و با کمک آن می توانید به 5 سال آینده سفر کنید. یعنی زمانی که زندگی شما از هر نظر عالی است. در آن زمان چه وضعیتی دارید؟ چه می کنید؟ سطح درآمد شما چقدر است؟ زندگی عالی و بی‌نقص شما در آینده چه تفاوت‌هایی با وضعیت فعلی شما دارد؟ زمانی که یک دیدگاه جالب برای زندگی آینده یا شغل، کسب و کار، ازدواج، خانواده، سلامت، وضعیت مالی و غیره متصور می‌شوید، تغییرات شروع می‌شوند. هر آنچه در درون خود متصور می‌شوید در جهان پیرامون نیز روی خواهد داد. 3. مأموریت. انتظار دارید که دستاوردی در زندگی داشته باشید؟ اگر کسب و کار خود را دارید، مایلید چه دستاوردی برای مشتریان خود داشته باشید؟ مایلید چه دستاوردی برای سایرین داشته باشید؟ برای مثال، خانواده، دوستان یا مشتریان. فردی که مأموریت شفاف و واضحی برای آینده ترسیم کرده باشد، انرژی بیشتر و اراده قوی‌تر نسبت به افرادی دارد که فقط از محل کار به خانه می‌آیند و بر روی کاناپه جلوی تلویزیون دراز می‌کشند. 4. قصد. قصد شما از انجام کارهای فعلی چیست؟ چرا کارهای دیگری را انجام نمی دهید؟ چرا این شغل یا کسب و کار خاص را انتخاب کرده اید؟ چه عامل یا جذابیت خاص در این زمینه وجود دارد که شما را به هیجان آورده است، به شما انگیزه می دهد و برایتان الهام بخش است؟ نیچه می گوید کسی که یک دلیل برای زندگی داشته باشد، هر سختی ای را تحمل می کند. دلیل شما چیست؟ 5. اهداف. منظور از اهداف همان دستاورد نهایی است که با ارزش‌ها، دیدگاه‌ها، مأموریت و قصد شما هماهنگی دارد. 6. اولویت‌ها. مهمترین اقداماتی که باید هر روز انجام دهید تا به مهمترین اهداف خود برسید و باید با ارزش‌ها، مأموریت، دیدگاه و قصد شما هماهنگی داشته باشند کدامند؟ 7. اقدامات. همکنون در همین لحظه برای پیشروی به سمت آنچه برایتان از همه مهمتر است، چه اقدامی انجام می دهید؟ به نظر می رسد که بزرگترین تفاوت در نابرابری درآمدها بین 99% و 1% نیست، بلکه بین 3% از افراد با اهداف و برنامه‌های شفاف، خاص و کتبی و 97% از افراد است که چنین اهداف و برنامه‌ریزی‌هایی ندارند. اهداف خود را تنظیم کنید.
اگر حقیقتاً تصمیم دارید با آن 3% بپیوندید که همیشه اهداف و طرح‌های مدون و شفاف و خاص دارند، در ادامه نکات مهم برای تداوم مسیر به سمت اهداف را برایتان ذکر می‌کنم. این نکات به شما کمک می‌کنند که کاری را که حقیقتاً مایل هستید به انجام برسانید، فقط کافی است آن را از صمیم قلب بخواهید. 1. در مورد آنچه می‌خواهید تصمیم گیری کنید. همه جزئیات را در نظر بگیرید. اهداف شما باید کاملاً واضح بیان شوند، به گونه‌ای که حتی یک کودک 6 ساله نیز آنها را درک کند. سپس این اهداف را برای کودک 6 ساله دیگر هم توضیح دهید و اون نیز درک کند که شما تا چه حد با تحقق این هدف فاصله دارید. 2. اهداف خود را یادداشت کنید. کمتر از 3% از بزرگسالان اقدام به نوشتن اهداف خود می کنند. گفتنی است که این 3% به طور میانگین 10 برابر دیگران با همان قابلیت‌ها، تحصیلات، توانایی ذاتی و فرصت‌ها درآمد دارند. 3. یک مهلت مقرر تعیین کنید. یکی از تعاریف هدف این است که یک رؤیا که برایش مهلت زمانی مقرر کرده اید، اگر هدف شما بیش از حد بزرگ است، چندین مهلت زمانی برای آن تعیین کنید. عملکرد مهلت زمانی همچون سیستم محرک است که ذهن ناخودآگاه شما را به فعالیت وامی دارد. همین سیستم محرک است که هر روز صبح شما را از رخت خواب بیرون می کشد. سپس هر روز به شما انرژی می دهد که کارها را بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهید. اگر تحقق یک هدف در یک مهلت زمانی خاص میسر نشد، فقط کافی است مهلت زمانی دیگری تعیین کنید. دقت داشته باشید که هیچ هدف غیر واقعی یا واهی وجود ندارند. اما ممکن است مهلت زمانی که تعیین کرده اید واقع بینانه نباشد. 4. یک فهرست تهیه کنید. همه کارهایی را که باید برای تحقق اهداف انجام دهید در قالب یک فهرست تنظیم کنید. هنری فورد گفته است هر کار بزرگ که به قسمت‌های کوچکتر تقسیم شده باشد دشوار نخواهد بود. 5. فهرست خود را برای سازماندهی کارها مرتب کنید. یک چک لیست کامل تهیه کنید و هر آنچه که باید به صورت توالی زمانی انجام شود در آن ذکر کنید. اولین کاری که باید انجام دهید کدام است؟ دومین، سومین کدامند؟ طبق یک قانون طلایی هر 1 دقیقه که برای برنامه‌ریزی صرف می‌کنید به مدت 10 دقیقه زمان در اجرای برنامه صرفه‌جویی می‌شود. چک لیست خود را تنظیم و هر روز بر اساس همان عمل کنید. اگر تاکنون چنین اقداماتی انجام نداده بودید، از نتایج خارق‌العاده این روش شگفت زده می‌شوید، چون همه امور با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. 6. اقدام کنید. هر کاری را که مربوط به هدف اصلی است، فوراً انجام دهید و هرگز این گونه امور را به تعویق نیندازید یا درباره آنها تردید نکنید. اولین گام را همکنون بردارید. 7. هر روز یکی از وظایف مربوط به تحقق هدف را به پایان ببرید. از همکنون تصمیم بگیرید که هر روز و 7 روز هفته کاری انجام دهید که شما را به سمت تحقق هدف مهم سوق دهد. حتی یک روز را نیز از دست ندهید. اگر هر روز یک کار مهم برای نزدیکتر شدن به هدف انجام دهید، یک نیروی جنبش آنی در شما شکل می‌گیرد که علت اصلی حرکت سریع و راحت شما به سمت هدف است. در نتیجه ادامه مسیر هر روزه برایتان ساده تر از قبل خواهد شد. روش 10 هدف. یک ورقه کاغذ بردارید و واژه اهداف را همراه با تاریخ امروز بالای آن بنویسید. سپس 10 هدف را که مایل هستید طی 12 ماه آینده به آنها دست یابید با ذکر شما را بر روی کاغذ بیاورید. شما می توانید به اهداف یک هفته‌ای، یک ماهه، 6 ماهه و 1 ساله اشاره کنید. دقت کنید که این اهداف باید در مدت 1 سال قابل دستیابی باشند. اصولاً اهدافی که در مدت 1 سال یا کمتر قابل دستیابی باشند، انگیزه بیشتری نسبت به اهداف بلند مدت در فرد ایجاد می کنند. پرسش مهم: پس از آنکه 10 هدف خود را نوشتید، از خود بپرسید کدام یک از این اهداف ذکر شده در این فهرست اگر در مدت 24 ساعت محقق شوند بیشترین تأثیر مثبت را بر زندگی من خواهد داشت؟
با دقت به اهداف نگاه کنید و هدف مورد نظر را که مهمترین هدف زندگی شما خواهد بود انتخاب کنید. از این به بعد باید بر همین هدف تمرکز بیشتری داشته باشید. یعنی نقطه اصلی کانون تمرکز و توجه شما همین هدف خواهد بود. از این به بعد هر روز بر روی این هدف کار کنید. هر روز صبح که بیدار می شوید به همین هدف فکر کنید. در طول روز که مشغول فعالیت هستید هم بر روی همین هدف متمرکز بمانید. شب سطح پیشرفت خود به سمت همین هدف را بررسی کنید. معجزه خود را خلق کنید. هر زمان که فقط بر روی یکی از اهداف مهمترین آنها تمرکز می کنید، رویدادی معجزه آسا را تجربه خواهید کرد. شما به سمت این هدف پیشروی می کنید، اما سایر اهداف نیز به طور خودکار از این روند بی نصیب نخواهند ماند. در مدت کوتاه احساس می کنید که کل زندگی شما همانند یک ارتش منظم در حال پیشروی است. میزان دستاوردهای شما طی ماه‌های آینده نیز بیشتر از بسیاری از مردم طی چندین سال خواهد بود و همه اینها فقط با یک هدف بزرگ تأمین می شود. این بزرگترین مسئولیت منحصر به فرد شما در قبال خودتان و آینده است. همکنون دست به کار شوید و هر روز بر روی همین امر متمرکز باشید.